سلام بچه ها، امروز اومدیم با آنباکس کیمگی 2025 هیروز و چمز. بریم ببینیم چی در میاد دستیتون. اول میریم سراغ چمز، بعد کیمگی هیروز منظورم. بریم سراغ اولین بسته ببینیم چی در میاد. امضا از آرژانتین، برچسب مربی تد لاسو و کارت امضای دیگو مارادونا. به به. بریم سراغ چمس بعدی. حتی بزنین رو بذارم اینجا. بعدی پرایم، برچسب گرت بیل، پرایم گرت بیل از تاتنهام. این پشت کارت و پرایم کوین دی بروینه، پرایم شماره 1 هم هست. بریم سراغ بسته هیروز ببینیم چی در میاد. با سراغ بسته بودیم، کجا رفت؟ اینجا. برچسب مینی فیگور هریکین، برچسب کارلوس آلبرتو کوپا امریکا، برچسب اونای سیمونز، کارت بیسیک هریکین، راهنمای بازی، کارت یورو از منچستر یونایتد، امیدوارم رونالدو باشه. و بله، کریستیانو رونالدو. به به، بنازن کریستیانو رونالدو. اینم مینی فیگور بازی، استندش. بریم سراغ بسته بعدی، امیدوارم کارت خوب در بیاد مثل همین بسته. خب، برچسب مولر، برچسب برناردو سیلوا، برچسب فن باستن، کارت بیسیک مولر، کارت ادوانس جرزینیو. اینم راهنمای بازی و استند و مینی فیگور. نمیدونم این مینی فیگور چی. خب بریم سراغ بسته بعدی ببینیم چی در میاد. کارت میگم برچسب انکونکو، برچسب بیسیک امباپه، برچسب توتی حکیمی، راهنمای بازی و بیسیک انکونکو، توتی از منچستر سیتی، رودری. به به، امروز رو دور خوبه افتادن. بریم سراغ بسته بعدی ببینیم چی در میاد. برچسب مینی فیگور سوبوزلای، برچسب فن پرس ادوانس، راهنمای بازی، ادوانس مانیچ و کارت بیسیک سوبوزلای. بریم سراغ بسته بعدی، آخرین بسته. امیدوارم کارت خوب در بیاد. کریم بنزما، برچسب مینی فیگورش، کارت مینی فیگور. میگم اشتباه گفتم، حالا هرچی. برچسب کریستیانو رونالدو، برچسب یوروش که الان در آوردیم، برچسب بیسیک نیکو ویلیامز، راهنمای بازی. این از بنزما، کارت بیسیک بنزما و کارت 100 از رئال مادرید. ببینیم چیه. زین الدین زیدان. به 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 به، امروز خیلی خوش گذشت. بریم سراغ
تا ویدیوی بعدی، بدرود، خداحافظ.